حالتون چطوره؟ امیدوارم که امروز رو خیلی خیلی پرانرژی شروع کرده باشین و خیلی خوشحالم که بعد مدت‌های طولانی و حجم کاری خیلی زیاد تونست امروز استارت کار یوتیوب بزنم و همین که اومدم دفتر و اینجا خود نامرتبه و اینکه دوست داشتم از ابتدای کار خیلی خودمانی با هم حرف بزنیم و در جریان این کار باشید و اینکه چطوری ما میخوایم ستاپ اصلی رو انجام بدیم و از همون صفر میخوایم شروع کنیم. دوست داشتم اینو با شما به اشتراک بذارم. البته توصیه میکنم برای دوستانی که کار یوتیوب رو میخوان انجام بدن و استارتش رو بزن، حتما این کار انجام بدن چون این مسیر خیلی درسته. و امروز میخوام بگم که ما تو این کانال و تو این پلتفرم یوتیوب چه خدماتی میخوایم انجام بدیم و چه کاری میخوایم انجام بدیم و چه محتوایی میخوایم تولید بکنیم، در جریان کار با هم حرف میزنیم و از شما میخوام که حتما ادامه مسیر رو با من همراه باشید. خب دوستان، این وضعیت اصلی کاره که من قبلا دیگه کارم تمام شده بود گذاشتم همین اینا رو، ولی خودم رو خورده به مرتب کردن نیاز داریم، خورده باید نظم بدیم اینجا رو، بعد بریم سراغ کار اصلی. البته این سپایی که اینجا میبینید این من باید بردارم از اینجا چون میخوام دوربین رو روش نصب کنم و اینکه فعلا این نیاز داریم. اینجا خوبه. دوستان فکر کنم دیگه اوکی. بریم سراغ داستان اصلی. اینجا این همه نامرتب میخوایم مرتبش کنیم که این من باید بذارم اینجا. رو این هم یه سری بدیم برام دارم بدیم. این که جاش خوبه. فعلا بذارم اینجا. و این رفیق اصلی من عشق. آها، یه چیزی یادم رفت. الان من دورم از دوربین، البته الان که نگاه میکنم من این ویدیو رو با گوشی ضبط میکنم و دوربین دوره و من نمیتونم اون صدایی با کیفیتی رو که داشته باشم ندارم در واقع. و اینجا من نیازمند اینم که چیکار کنم. اول باید میکروفون رو وصل کنم به گوشی. برای اینکه صدا یه نمه با کیفیت باشه باید از میکروفون استفاده کنم و اینو چون من یه نفرم یه دونش کافی. خب دوستان، اینو من نصب کنم اول چون من میخوام از خود دوربین فاصله بگیرم. این صدا این نمه با کیفیت باشه. البته این یه دانگل داره اینجا که باید این رو نصب کنم که کیفیت صدا باید بره بالا. الان فکر کنم صدام دیگه خوب شد چون الان من اینجا این همه کار دارم، باید صدام این همه با کیفیت باشه که بدونید من چی میگم. خب دوستان، اینجا رو مرتب کنیم و برای مرتب کردن اینجا من میخوام یه خورده اینجا کار شاید طولانی باشه، من ویدیو رو بذارم رو دور تند و چون اینجوری اگه شما بخواید نگاه کنید تا آخر میتونه حوصله سربر باشه. خب دوستان، تا اینجای کار یه خورده نامرتب بود، مرتب کردیم و چیزایی که لازم نبود گذاشتیم کنار و بریم سراغ داستان اصلی. و اینجا من به این سپایه نیاز دارم که دوربین رو روش نصب کنم
و این دوربین رو نصب میکنیم به خاطر اینکه محتوا رو از این به بعد با این دوربین ضبط میکنیم. دوربین سونی آلفا یکی از رفیقای همیشگی من که همیشه با همه و دوست دارم ویدیوهارم خیلی با کیفیت از طریق همین دوربین برای شما دوستان ضبط بکنم و اینو نصب کنیم رو 3 پایه برای ادامه کار. بریم این کفشک دوربین رو نصب کنیم اینجا. خب دوستان اینو نصب میکنیم رو اینو اوکی اینجا از این پشت. خیلی هم عالی پرفکت. پس دیگه کاری نداریم با اینو بذارم اینجا و این جهت دوربین رو من باید عوض کنم به خاطر اینکه دقیقا پشت صحنه رو شما ببینید و میخوام دوربین رو نصب کنم روی همین دوربین گوشی، خود گوشی رو نصب کنم روی دوربین اصلی و این تفاوت کیفیت رو شما متوجه بشید. قاعدتا مشخصه ولی خب دوست دارم این کار انجام بدم. بریم. خب دوستان این کلیت کار، دوربین با لنز 50 گذاشتم که تصویر زومتر و همون محیطی که من مد نظر دارم و داشته باشم و یه هولدر گوشی اینجا گذاشتم که گوشی رو این نصب میکنم که فرق دو تا تصویر رو ببینید و توی کادر ضبط بشه و اینم که شما میبینید دقیقا کادر اصلیه که من اونجا میشینم و محتوا رو ضبط میکنم. خب بریم گوشی رو نصب کنیم. خب دوستان همه چی اوکی، فقط ما به نور RGB نیاز داریم که گذاشتم تو شارژ، فکر کنم شارژ شده باشه دیگه الان، و یکیشو باید نصب کنیم رو این 3 پایه و این خیلی بلنده، اینم بیاریمش پایین به خاطر اینکه بک‌گراندمون رو یه نمه رنگی کنیم و اینکه استارت کار اصلیمون رو بزنیم دیگه. صبر کن من دوربینم بذارم رو رکورد. خب دوستان این نور RGBه که باید نصب کنیم روی این 3 پایه. خیلی عالی. رنگ‌های مختلف داره که من این رنگ رو انتخاب کردم که بود البته روش، ولی نگاه کنم رنگ قشنگه. زنم به سمت دیوار که مثلا صورت من نخوره و من یه نور کمکی اینجا که صورتمو داشته باشم و همه چی اوکیه. فقط باید نور رو خاموش کنم، نوری اتاق رو بگیرم. خب بریم سر ضبط. آخیش صورت رو چک کنم، یادم رفت رکورد رو زدم نزدم. اوکی. خب صدا، تصویر، همه چی اوکیه. سلام و درود از استودیویی که با هم ساختیم. من شعیبم و اینجا قراره خیلی چیزا از دنیای محتوا و تولید محتوا یاد بگیریم و امروز دوست دارم که معرفی بکنم این استودیو کوچیکی که با هم ساختیم ولی خب شما شاید یه سوال براتون پیش اومده باشه که اینجا دقیقا ما چی محتوایی تولید میکنیم. دوستان دقیقا خود محتوا رو اینجا تولید میکنیم. اینکه چطوری تولید محتوا بکنیم
چطوری تدوین بکنیم، چطوری طراحی بکنیم و اینا همشون مرتبط همه. و خیلی خوشحالم که بالاخره قسمت شد که این کار رو استارت بزنیم. و تا اینجای کار خیلی ممنونم ازتون که با من همراه بودید. و الان یه توضیح کوچیکی دیگه میخوام بدم، این که ما اینجا تدوین و طراحی و تولید محتوا رو همه رو با هم یاد میگیریم. و دوستانی که عاشق این کار هستن و دوست دارن تو این حوزه، تو این فیلد کار بکنن، حتما پیشنهاد میکنم که کانال رو سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو کنارش فشار بدید و بذارید رو آل، اگر فارسی هست گوشیتون یا کامپیوترتون بذارید رو حالت همه، که ما هر آموزشی اینجا ضبط میکنیم و نشر میکنیم میذاریم تو پلتفرم یوتیوب و یوتیوب بهتون خبر بده و تشریف بیارید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و نگاه کن، چون میتونه خیلی کاربردی باشه و استفاده بکنید ازش. و پیشنهاد میکنم که حتما انتقاد، پیشنهاد و نظراتی که دارید تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. حتما ویدیوهای بعدی انجام میشه و این کار باعث میشه که ما بتونیم اون محتوایی رو تولید بکنیم که شما میخوایم، چون هر کاری ما میخوایم انجام بدیم دقیقاً خاص برای خود شما عزیزی که دارین ویدیو رو نگاه میکنید. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید تو قسمت کامنت ها که ما بتونیم طبق سلیقه شما محتوا رو تولید بکنیم. قاعدتاً بهترین و پرکاربردی ترین محتوایی که واقعا نیازه از طریق همین کانال یوتیوب شما میتونید ببینید. و همچنان پشت صحنه‌ای هم هست که مثل امروز ما چطوری استودیو رو طراحی کردیم، ساختیم و ستاب نورا رو انجام دادیم و الان شما یه ویدیوی خیلی با کیفیت رو از طریق همین کانال مشاهده میکنید. میخوام یه چیز دیگر رو الان بگم. ما آموزش پریمیر، فتوشاپ و تدوین کارهای تبلیغاتی، عروسی و کلیپ های ویدینگ، فرمالیته و همسالین، همه اینا رو ما اینجا کار میکنیم، یاد میگیریم با هم. و اگر دوست داشتید حتما با ما ادامه مسیر رو همراه باشید. اگر واقعا افتخار بدید حتما به دوستانتون هم به اشتراک بذارید این ویدیو رو و این کانال رو، چون میتونه یه هدیه خوبی براشون باشه. خیلی خیلی دوستتون دارم و ممنونم از اینکه تا این قسمت با ما همراه بودید و امیدوارم که برنامه بعدی دوباره در خدمتتون باشم. خیلی مخلصم.